سلام آقای دکتر. السلام. برای این پرونده پزشکی اومدم، می‌خواستم ببینم معاف شدم نشدم. فامیل چیش بی پسرم؟ کریمی. مرتضی کریمی. خب نگاه آقای کریمی، این جواب آزمایش ادمیه. خب شما یک مریضی داریم. جدی آقای دکتر، یعنی معافم با مریضیه؟ نه خوشحال نرو. همراه کسی نیست باد؟ نه والا کسی نیومد باهم. چرا چی شده مگه؟ میگه همراه داشتی خوبی با اون گفتم که دیما دیگه بیشتر زنده نیست. خب نگاه چی کن آقای دکتر؟ پیران مشکی داری؟ من 2 ماه دیگه بیشتر زنده نیستم. ها گفتم ها. اصلا فکر نمی‌کردم اینجوری معاف شم آقای دکتر. اصلا فکر نه گریه نکن امو. معاف نیستی. دیما زنده ای، دیما آموزشی رو باید بری. یعنی چی؟ من 2 ماه دیگه زنده ام، این 2 ماه رو برم سربازی؟ از این فیلم و سیانس هم بریم در نکن. چنده از این فیلم ها دیگه همون پسر هست پوش در نشسته کاپشن آبیه. چندی فیلم و سیانس پرونده درست کرده. چندی قند مجوره چربی مجوره. او روز امیم میگم من معده ندارم. گفتم من میشم معده نداشته باشی. گذاشتمش تو زیر دستگاه، معدهشو پوش کلیاش قیم کرده بی. فیلم و همه بس بیاید داخل از موتو سالم تره. آقای خسروی؟ بله. همین پسره که میگفت معده نداره اون بهش بگو بیاید داخل. اون فوت کرد، همین الان اورژانس فوت میشه. فیلم و سیانس فیلم و سکانس چی؟ بنده خدا فوت کرده. فیلم و سکانس؟ فیلم بیزی میکرد. نه دیگه بنده خدا نبض نداشت اصلا. فیلم و سیانس یک کار میره نبضاشو نزده که فکر کنم مثلا ما کار بعد بری خدمت همون